سلام به همگی. اگه منتظر یه نشونه بودین که کسب و کار آنلاینتون رو شروع کنین، همین الان وقتشه. بیاین یکم انرژی مثبت بگیریم. اولین نکته، بهترین زمان برای شروع دیروز بود. دومین زمان مناسب همین الانه. منتظر لحظه عالی نمونین، خودتون اون لحظه رو بسازین. دومین نکته، وقتتون خیلی با ارزشه، پس اون رو با زندگی کردن به سبک بقیه هدر ندین. انرژیتون رو برای ساختن مسیر خودتون بذارین. سومین نکته، موفقیت پایان راه نیست، شکست هم کشنده نیست. چیزی که مهمه، شجاعت ادامه دادنه. همیشه به جلو حرکت کنین، مهم نیست چی پیش میاد. و در آخر چهارمین نکته، یه مسیر 1000 کیلومتری با یه قدم کوچیک شروع میشه. همین امروز اون قدم رو بردارین. شما از پسش برمیاین. بیاین با هم رویاهای کسب و کار آنلاینتون رو به واقعیت تبدیل کنیم.